سلام دوستان و عزیزان و خواهرانی که صدای مرا میشنوید. از شما با احترامانه خواهش میکنم با آمدن این ماه پرفیض پربرکت کدام شما را رنجانده باشیم، سخن ناخوب گفته باشیم. از شما خواهشمندیم بر آمدن این ماه پرفیض پربرکت از گناه ما در بگذارید، یعنی ما را عفو کنید. زیرا هر انسان پیش از آمدن این ماه پرفیض پربرکت به هر محبتی که هر برادرش می بخشد، الله او را مورد بخشش خود قرار می دهد. و از شما خواهشمندیم هر سخن ناخوب گفته باشیم، شاید غیبت کرده باشیم، شاید نسبت شما ناخوبی کرده باشیم، همچون یک برادر دلسوز ما را عفو کنید. زیرا که ماه اومده است که ماه رحمت، ماه مغفرت، ماه پرفیض پربرکت به همه امت اسلام است. رمضان آمد بوی محمد، رمضان آمد بوی محمد، رمضان آمد رضوان جنت، رمضان آمد رضوان جنت، رمضان آمد دلها را سرود، می و عشق و گل و الله الصمد. به همه شما این ماه پرفیض پربرکت از خداوند حنان و منان خواهان او هستم که به سربلندی انجام بدهید. پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه وسلم در حدیث گوهربار خود عادت حضرت این بود که بالای منبر می‌ورمد، بعداً سخنوری میکرد. یک روز پیش از آغاز بر منبر برآمدن حضرت هر قدمی که در منبر میمون آمین 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 میگفت، یعنی 3 دفعه آمین گفت. صحابه تعجب کرده گفتن یا رسول الله، این عملی که کردی پیشتر این عمل انجام نمیدادی، باعث چی شد که آمین گفتی؟ حضرت رسول الله صلی الله علیه و سلم گفت وقتی که پای خود را در منبر اول یعنی در زینه اول گذاشتم، حضرت جبرائیل به من خبر داد، گفت یا رسول الله، هر کسی که نام تو میشنود در هر جا که میشنود محمد میگن، در دوام سخنش صلی الله علیه و سلم نمیگه خداوند او را از رحمتش محروم بگرداند. او دعا کرده و به من دستور داد که آمین بگم. من آمین گفتم و در زینه دوم قدم خود را گذاشتم، گفت ای رسول الله، هر کسی که الله به او پدر و مادر میدهد و این فرزند دعای پدر و مادر را برای خود اختیار نمی کند، خدمت آنها را نمی کند، نفقه آنها را نمی رساند، خداوند او را از رحمتش محروم بگرداند. و به من دستور داد که آمین بگو. من آمین گفتم. در زینه 3 وقت قدم خود را گذاشتم، حضرت جبرائیل به من گفت یا رسول الله، هر کسی که ماه شریف رمضان درک میکند و در اون ماه شریف رمضان گناههای خودش مغفرت به سوی پروردگار طلب نمیکند و ماه شریف رمضان گناههای او را نمیریزوند، یعنی اون بنده طاعت بندگی خدا را در اون ماه نمیکند، الله این گونه بنده را از رحمتش محروم بگرداند که قدر این رمضان ندونست. و من دستور داد که آمین بگم. من آمین گفتم. به همین خاطر برادران اهل اسلام و خواهران گرامی قدر، این ماه هست که باید ما قدر این ماه بدونیم، خیر و احسان در این ماه زیاد کنیم. الله جل جلاله ما و شما را دوست می‌داره. هر کسی را که الله دوست داشت اون محب درگاه الله کشید، از همه مشکلات ها برای آسان میشه. به همین خاطر این ماه برای خود غنیمت بدونه و همدیگر را بخشش و عفو قرار بده تا اینکه بخشش الله قرار بگیره. در هر کجا که باشه خیر و احسان، خوبی و همبستگی نسبت همدیگر باشه. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.